دوام 2 هفته نزدیک انیق میشود که ما ضد کی میجنگم گفته است مخاچف. خاطررسان میکنه که محاربه داستین پاری و مایکل چندلر الکی روز 12 نوامبر در تورنیر UFC 281 برگزار میگرده و ما دوستان فکر میکنیم که اگر غالب محاربه آنها غلبه درخشان به دست بیاره پس شاید که رقیب نوبتی چمپیون اسلام مخاچف شود. همچنین دوستان چخیلی که گپ اوید اسلام مخاچف رفته استوده است یک کار دیروز شده رو شرح دادن میخواستیم. شب گذشته در بسیاری سامانه ها انا همین عکس پیدا شد و افطاری این عکس دوست و مربی کونر مگرگور دیلون دنیس است که انا همین عکس اسلام مخاچف رو گذاشته حرام نوشت و در این عکس دیده می شود که اسلام کسی را با آغوش گرفته است و از روی سخنهای دیلون دنیس این شخص زن است و اسلام حرامکاری کرده استوده است. اما دوستان ما نوار این حادثه رو پیدا کردیم و بیان یک جای میبینیم که اسلام در حقیقت با کیست. چخیلی که دوستان در این نوار دیده می شود اسلام در این نوار با یک پسر بچه جوانی هست که مویهای دراز داره و شخصانی که این نوار رو چاپ کردند گفتند که اسلام این جوان رو برای مویهای درازش عذاب داده استوده است. از همین سبب دوستان با هر گونه عکس و سخنهای بر دروغ باور نکنین تا وقتی که حقیقت کار رو نفهمین. ما باشه با شما تنها خبرهای مهم و رسمی رو یکم شده پیشکش میکنیم. برای همه حتما در کانال ما ابونه شده زنگولچه رو پخش کنین تا اینکه از همه خبرهای نو یکم شده با خبر شوین. فکر عقیده های خود رو در کامنتر نویسین تا بازدید خانواد و سربلند باشین.